امروز بچه‌ها چی با دخترها خیانت چون میکنن؟ بچه‌ها همون ای بی شو هم خطی دختر یکم وقت دو نمیکنن بشینن ماروژ نخری برن شش نخری برن یا تماشا برن یا جبران میرن صبح قنچه تو به وقت میگردن زنی خلولی خود در خونه او را نگاه احترام نمیکنن بعد دختر بود دو شیطان دیگه زنکو میان هم میکنن میگن تو نیستی او را نگاه کرده و هم خیلی کیف کرده گشته صفا کرده گشته تا در کنج خونه خدمتگار ترا کنیز آورده بعد چی میکنن زنه که همه وقت گپی خوب گفتی جانی ما سلیمه گفتی حرمت عزت کردی بگو که ها همین زنی خود ما همه خشروه قد و بس زنم داره موی سر زنم داره یکان زنک نداره ماشاءالله زنی خودم بگوی اون زنک همین گپا را که در گوش پر کردی او را دیگه کسی بگه او را گوش نمیکنه دیگه نه که تو فقط اومدی مدرس را کردی زدیشو فقط گفتی که تو فلانی تیغلی تو افتی تو را بینو مطرح نمیگیر تو مرا به جایی مجبور دادم فلان بگوی بعد در بیرون یک کس بگه که حیف شده تو دهم ورده یک قدر شروعی بخدا اگر تو زنی مرا باشی مطرح در بلو چوبی میگردونم این زنه خیلی که باش نمیدگی نمیگه این میده این سرقه همین چی مکنم یا نه برای همین رفتور هم مامان اسنیس مینیزم بسیار میگم مولایی زیر زنم خیلی میگم این بیش که رفتور چی خیلی این خیلی گفتیش اگه مورد نمیگه خیلی گفتی این خیلی نگفتار خب در سر دیگه او ترا خیلی چی کنه اوکی میبرش ایو چم نمیمونه بود برش اوخی شرد از زندگی میگنی بگیری تویسو کاکا یا فراگورکا برش یک بارش میتونی برش یا جو برش که همون جو را ببینه دیگه بچه ها را دیگه جبره بودن اینترس نیه یا نه باید دختر میاد سیج میگه که تو خونه داشتگی نما میگه خطی فلانی که میشه خطی رفتیم ایجای خیلی کیف کردیم طریقه بدیم این دختر میاد برو میگه ای تو میگه اون شویت تور مزه میگه اون شویت نمیفهمه میگه یا نه همه چیز سورا هم خیلی بفهمونش که من گفتی روسا من نیاوو وقتی میام نه هم خیلی دیگه دختر بگه آخه چیزی میبرم قدیشو میگردم بیجای بر میبرم چه لباسی بگو میپوشونم چی چیزی بگو میخرم کردم چیزی بفوره کافه مافیکش رو میبرم چی درکو برای همین همه وقت دختر دیگه از طرف حوله چپ شده اون را آزایش به دوست میداره حتیش جنگ میکنی یه بار همین دوست داریش که با چیش که عیادش میبره دختر هم قدیرش نرمیده میزنیش یک گپوش میگه با یک بار یک کرته ارمالش میخری باید چی میگه فراموش میکنه لیکن بچه نه بچه کینه شکلیه بچه یک قرقه چکاری میکنه خوابی سخت میکنه فهمیدی زنک بیچاره روز تا روز کار میکنه میجونه تو بگیره آخر میاد با همین خاطر هر کسی زن شد دوست میداره تیلووری بخرش تیلو زنک خریدی زنک بقوت میشه سالوی پیش کمپیر هم دیدن که از بروس چی را بور کنه با چرز بروس هیا را برده سه علف را برده سه میگوی کمپیر یک قدر مومای تو بقوته میگه میونی مومای ما در نمیخواد تیلو بستگی ای سالوی پیش ما در یاد میگه زنک رسول اکرم حدیث بوده زنک تیلو پیچ کنید بقوت میشه در زنک فهمیدی سی؟ زنکای کمپیلو پیش تیلو داشتن میونو شده بود 80 در رفتگی بود حتی گوشتینگ میگیرو بقوت بود و همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت دختراتون وقتی شو میدین تیلووری بخرید زناتون تیلو پیچ کنید دخترا را وقتی میبرن سالوی پیش دخترا را دندان تیلو میکردن چی گوشت پلو سفیچکا و همه چی ای خونه و تشت چی میفشید میره و همین خاطر سرویان چند تا زنک خرج کردی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه بهترین صدقه به زن و فرزند خودت کردن است هیچ وقت خدمتی نکنید دیگه که اول خش به درویش زن و کودک تا بهترین لباس بکن بهترین چیز را بتش بعد دیگر رو دا بکن ما برعکس میگیم ما زن و کودک را در اتالا و مستوبه شنوندگیم بعد تیم که را میبریم در چی گوش بریون میخریم و ششلیک جور میخریم فهمیدین یا که میریم خدمتی میگیم دیگر رو را خالی چی میدین زنش هم میبینید در زیبیستونه چلوپه گشته کلوش نداره بپوشه خب زنک چیزای گرم بخواد چیزای خوشبو بخواد و دلش بر میشه در افغانستان باشی در امریکا باشی زنگش بزنید پریده کده پیش میاد یا نه و همین خاطر این چیزا از فرضی که زنک از همه چیز شکلی دیم پدر مادرش احترام به سروجون دو فورا که زنک احترام کرد پدر مادرش خانه اومد این خیلی دسترخوانش که گوشبیرانش که رفتن در دستی سر در دستی شما دیات 50 100 را بجیر یا پول تاکسی 300 سر پیدا که بگی ایرا بعد هر وقتی خونه شما دید دست سکه خطیبی دیگر در مجلس سروجون بالا بذاره عزتی اگر چیزی بگوید دخترش خرد کنه سین دخترش میگه داشت زنی تربیت بهترین بچه میگیره خودش میارش اوکی است
نگه ارسان میگه جد نسپرگو بیت فرایرا همین آدمی بخیلی مرده را هم خدا هم دوست نمیداشته هم یکم بنده هم دوست نمیشه. مردک جوان باید شدری باشه، شجاع و دلیر باشه. این خیلی هیچ وقت سرودو نترس که من یه 1000 سوم خرج کنم کم بغل میشم. الله سبحانه و تعالی گفته که و انفقوا مما رزقناکم من قبل حیات احدکم الموت. شما پیش این مردم خیر احسان کنید. پیش این مرد که عزرائیل روی کنیم، پیش عزرائیل روی کردن شما خیر صدقه را زیاد کنید. وقتی که من عزرائیل روی کردم قرطقتو نفس بند کرد، بعد بنده داد میزده میگه که فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب الى اجل قریب فصدق فاکن من الصالحین. ای پروردگار یک شانسی دیگه افته بگو عزرائیل دستش بگیره میبرم چیزی بگوی چی میکنم. دیدم مولو اومد گفت که مسجد نداره قالین ونتیلاتور نداره میرم ونتیلاتور قالین میخرم. دینا دادن اومد گفت $100 به روسیه برام پول تکون میگم روی میگم ندادم میرم دادن ما $300 میتون میرم فلان میتون میگه یه حتیمی همسایه‌مون زمستون کمر نداشت میرم 10 قمچه کمر میتون همین زوره میگن بگوی پروردگار که مرا هوی بده که خدا میگه ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. نه میگه تو دروغ میگی. دیگه وقتی ما روی کردم دیگه اکرا زورت که اومده اگه دیگه زوره دمید میگه تمام و 60 سال 70 سال عمر دادم نچالنگی تماشید کردم نچالنگ استانسیت کردم زاوسکلات کردم مغازینیت کردم صاحب فلان و فلان کردم 10 گکر زمین دادم رئیس بده رنج روور خرید میگشتی لکس خرید میگشتی چی با هم یتیم ندیدی چی با هم فلانی رو ندیدی ندادی حق وقت تمام شد دیگه از روی این مهم ایترا دو شانس ها به شانس استفاده نکرد. و همین خاطر میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا ابن آدم انفق علیک او کما قال ای فرزند آدم خرج کن نیکی که ما او را جوش افطور میکنم نترس. تو 10 بته ما 100 میتونم یک بته ما 10 میتونم سهر بته بیگا میتونم نیکی ندادی خود میتونم دو. و همین خاطر هیچ وقت برای زنت بگه که من خیلی پالتو ندارم خیلی برای پالتوی $200 بخواه بگه هم خیلی ندارم برای خیلی خدای طلا او را جوش افطور میکنه بگه فقط نگی بگه پروردگار بنده تای فرشکسته ضعیفه دختره ما خاطری توی الله برای تو میگم الله میگه سوراجم هر چی کردی ما جوش افطور بعدا دو دیگه برای همین گفتم که زناتون حرمت کنن دوستون دارن شدریشین شجاعت دلیرش و غیرت نزدین برای خوردن 2 کیلو گوشت 2 کیلو گوشت میارم میخرد میگه گوشت میاد او تمام شد 2 کیلو چخلی میتونی تو این تاریخ خیلی زخینه داره ان شاء الله خداوند کریم خداوند کریم و شما و عامل با هر صبح گردون روز میدونم